با سلامی دیگر باره بیننده ارجمند، اینجا مشکلی فنی سر زد. پیوست شدن با اینترنت در جمهوری چخیا شهر پراگ نیز آسان نیست و گاهی ختم می شود. امروز دوشنبه 8 اکتبر است. امیدوارم روزی نخستین هفته را با طبع خوش و بالیده شروع کردید. هوا در شهر دوشنبه 9 درجه گرمی دارد. باران هم در نظر است. هوای تیرماه پراگ ابری است. 21 درجه گرمی دارد. اینجا میخوام تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را که دسترسی ما شد به سهم شما برسانم. نخست شروع بکنیم از آن که دسته منتخب نورسان تاجیکستان که در بازی نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2018 میان بازیگران زیر 16 ساله در مالزیا از تیم ژاپن با حسابی 0-1 مغلوب شد، برای اولین بار با مدال نقره سرفراز گشت. این بازی شام یکشنبه 7 اکتبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی شهر کوالالامپور برگزار شد. گل یگانه را حملهگر ژاپنی نیشیکاوا به هدف رساند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی زینالدین رحیموف اینچنین صاحب راهخط به مسابقه قهرمانی جهان گردید که سال آینده در پرو برگزار خواهد شد. باید گفت که دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی آسیا که سال 2006 در سنگاپور برگزار گردیده بود، برای جای سوم بر تیم سوریه از روی سلسله پنالتی با حساب 5-4 پیروز شده صاحب مدال های برنجی گردیده بود. و خبر دیگر ما نیز از عالم ورزش است. رقابت در انتظاری حبیب نورمگومدوف با کانور مکگرگور که در تاجیکستان هم بسیاری ها منتظر آن بودند، با پیروزی حبیب نورمگومدوف از روسیه به پایان رسید. محاربه بدون قاعده دو نفر شب 6 اکتبر در شهر لاس وگاس آمریکا صورت گرفت. رقیب جنجالی او از ایرلندیا کانور مکگرگور که با بیانیه‌های بحث برانگیزش نام برآورده است، در دور چهارم رقابت با فشار سخت و نفسگیر کننده حبیب نورمگومدوف تاب نآورد و تسلیم شد. به همین منوال ورزشگر داغستانی عنوان قهرمانی مطلق محاربه UFC را حفظ کرد. بعد پیروزی ورزشگر داغستانی در بین اعضای گروه هر دو رقیب جنجال و زنازنی برخاست و از این سبب مصاحبه با غالب بازی و مراسم سپردن کمربند در حضور مخلصان را تشکیل کنندگان این محاربه لغو کردند. هر دو رقیب بعد خاتمه نبرد تالار را ترک کردند. بنابر گزارش ها حبیب نورمگومدوف برای شرکت در این مسابقه $2 میلیون جایزه میگیرد. اما رفتار حبیب نورمگومدوف بعد از انجام محاربه، یعنی در افتادن او با مخلصان کانور از سوی مقامات ایالت نیوادا آمریکا سنجیده می شود. احتمال او جریمه و یا حتی از جایزه پولی محروم شود. همچنان ممنوع الورود شدن حبیب به قلمرو ایالات متحده آمریکا نیز از احتمال دور نیست. در تاجیکستان نبرد دو ورزشگر را جوانان گروه در تالارهای ورزشی، مرکزهای بوکمیکری و یا طربخانه ها تماشا می‌کردند. قبل از این بازی مسئولان مرکزهای بوکمیکری در شهر دوشنبه گفتند توجه به بازی خیلی زیاد است و آنهایی که شرط گذاری میکنند از 10 سامانی تا 30,000 سامانی پول خود را به پیروزی این بیان ورزشگر گذاشتند. بگذاریم به خبر دیگر. رام نات کوویند رئیس جمهوری هندوستان روزی 7 اکتبر با سفری 3 روزه دولتی وارد دوشنبه شد. در فرودگاه پایتخت او را محمد طاهر ذاکرزاده معاون نخست وزیر و دیگر مقامات بلندپایه تاجیکستان پیشواز گرفتند. بنابر اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، رام نات کوویند در جریان سفر با رهبران کشور ملاقات میکند. رئیس جمهور در هند صلاحیت زیاد ندارد، یک مقام تشریفاتی است. مقام اساسی در آن کشور از آن نخست وزیر است. هند سالهای اخیر در تقویت ارتش تاجیکستان و قواهای مسلح آن کمک می‌رساند. فرودگاه نظامی عینی در کنار دوشنبه را نیز محض هند با خرج بیشتر از $70 میلیون تامین و نوسازی کرده است. بیننده ارجمند، اینجا رو آوریم به خبر دیگر. مقامات عربستان سعودی میگویند تاجیکستان بعد یمن جنگ زده دومین کشور بزرگ کمک گیرنده از یک سازمان امدادی شاه سعودی است. عبدالله الرابیه رئیس مرکز امداد و کمک‌های بشری شاه سلمان هفته گذشته در شهر دوشنبه گفته است
این مرکز از زمان تأسیسش در سال 2015 در 42 کشور جهان برنامه‌های خیریه عملی کرده است و تاجیکستان در این میان به استثنای یمن از همه بیشتر کمک گرفته است. در این 3 سال مرکز امداد شاهی عربستان سعودی در تاجیکستان با ارزش تقریبا 9 میلیون و 500 هزار دلار برنامه اجرا کرده و یا کمکی بشری گرفته است. رهبران این سازمان هفته گذشته در تاجیکستان بودند و جریان اجرای بعضی از برنامه‌ها را نظارت می‌کردند. عبدالله رابیه از جمله در مراسم افتتاحی مرکز آموزشی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در شهر دوشنبه شرکت کرد که با خرج بیشتر از 1 میلیون دلار از حساب عربستان سعودی ترمیم و با تجهیزات معاصر مجهز شده است. ضمن سفر هیئت این کشور بزرگترین تولید کننده نفت در جهان در مراسم آغاز طرح 6 میلیون دلاری در ناحیه همدانی هم شرکت کرد. با کمک مرکز امداد و کمک‌های بشری شاه سلمان 20 کیلومتر از ساحل رودخانه 5 را مستحکم می‌کنند تا 135 هزار نفر از ساکنان ناحیه و بیشتر از 14 هزار هکتار کشتزار مردم از خطر سیل آبخیزی امین باشد. عربستان سعودی و تاجیکستان همکاری‌های نزدیک اقتصادی و تجارتی ندارند، هرچند این کشور عربی با دوشنبه از زمانی برقرار کردن رابطه‌های دیپلماتی از طریق بنیادهای دیگری خیریه عربی و بانک اسلامی رشد بیشتر از 110 میلیون دلار کمک کرده است. کمک‌های بشری و مالی عربستان سعودی به تاجیکستان سال 2015 بعد سرد شدن مناسبت‌های تاجیکستان با یکی از شریکان دیرینه و نزدیکش ایران زیادتر شد. رابطه‌های تاجیکستان ایران از سال 2015 بعد ماجرای پولی بابک زنجانی میلیاردر بازداشت شده ایرانی و حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در کنفرانس تهران سرد گردید. در 3 سال اخیر تاجیکستان فعالیت تقریبا همه نمایندگی‌های تجارتی و فرهنگی ایران را مسدود کرد و با رقیب اصلی ایران در خلیج فارس عربستان سعودی رشته دوستی بست. عربستان سعودی ایران را رقیب اساسی خود در خاور میانه می‌شمارد. دو طرف در جنگ‌های سوریه و عراق از جانب‌های مختلف حمایت می‌کنند. اینجا بگذاریم به خبر دیگر. فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد به کابل سفر کرد. هدف از این سفر تلاش برای رسیدن به یک سازش میان حکومت افغان و طالبان و همچنان ختم جنگ 17 ساله در افغانستان است. خلیلزاده 67 ساله که اصلا افغانی تبار است در گذشته سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق بود. او در ماه سپتامبر از طرف دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا به مقام فرستاده خاصی این کشور در امور افغانستان تعیین شده. تلاش‌ها برای دریافت مصالحه با طالبان افغان را تحت نظارت گرفته است. سخنگوی پرزیدنت افغانستان اشرف غنی میگوید که بعد ورود به کابل خلیلزاد با غنی واخورد. در عرفه سفر خلیلزاد به کابل دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا خبر داد که سفر او از 4 تا 14 اکتبر ادامه داشته. در این دوره خلیلزاد از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی زیارت خواهد کرد. نوید بامدادی را با خبرهای دیگر ادامه می‌دهیم. خال مشربوف رئیس سابق کمیته انداز تاجیکستان و یکی از شخصیت‌های با نفوذ در سال‌های 90 و 2000 شب 6 به 7 اکتبر درگذشت. او را نصف روزی 7 اکتبر در حولی مسجد معروف به نام او یعنی به نام خال مشرب در شهر دوشنبه دفن کردند. نماز جنازه او را سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان خوانده است. در نماز جنازه او صدها نفر حضور داشتند. خویشاوندانش به رادیو آزادی خبر دادند که او بر اثر اوج گرفتن بیماریش جان داده است. خال مشربوف که 69 سال داشت از سال 2008 به سکته مغزی گرفتار شد و قدرت سخن گفتن را از دست داد. تا این زمان به گفته خویشاوندانش زیاد حرکت نمی‌کرد و اکثرا بیماری بستری بود. او از سال 1998 تا 2001 رئیس کمیته انداز بود و بعد از آن 5 سال رهبری حکومت ناحیه رودکی بزرگترین و سر اهالی ترین ناحیه تاجیکستان را بر عهده داشت. بیننده ارجمند اینجا رو آوریم به خبر دیگر. از چین، دولت چین میگوید رئیس بینامو نشان شده اینترپول در این کشور نگهداری شده مورد تحقیق جنایی قرار گرفته است. روز یکشنبه حکومت چین گفت منگ هانگ وی رئیس اینترپول با اتهام عمل جنایی متهم می باشد. رئیس اینترپول از 25 سپتامبر بینامو نشان شده بود. او از فرانسه که قرارگاه مرکزی اینترپول می باشد به چین سفر کرده بود.
روز یکشنبه وقتی وزارت امور داخلی فرانسه از چین پرسید که منگ هونگوی در کجاست، چین گفت که در این باره اطلاعی ندارد. فعلا مقامات فرانسه همسر منگ را تحت حمایت قرار دادند، زیرا اشخاص نامعلومه به او تهدید کردند. و خبر دیگری داریم از امریکا. در شهر نیویورک در نتیجه تصادم یک لیموزین شب شنبه 20 نفر به هلاکت رسیدند. گفته می شود که اداره نقلیات ایالات متحده آمریکا حادثه را تحقیق دارد. لیموزین اثنای حرکت در چهارراه نتوانست سر وقت توقف نماید و به ماشین های کنار راه برخورده است. در نتیجه راننده، 17 مسافر لیموزین و 2 راهگذر به هلاکت رسیدند. تا هنوز پلیس هویت قربانیان را آشکار نکرده است، اما آنها همگی توی عروسی را جشن می گرفتند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی از رادیو آزادی. روزی خوش و خوبه داشته باشید. با ما بمانید. برنامه های نو و تازه ما در پیشند.